از نظر علمی زرده در واقع پلاسمای تغذیه‌ای جنینه، یعنی تمام چیزی که جوجه برای رشد توی تخم بهش نیاز داره. پروتئین، ویتامین، چربی و مواد معدنی همش اینجا. 50% آب، 30% چربی‌های مفید مثل امگا 3 و 6، 16% پروتئین خالص، مقدار زیادی ویتامین K، E، D، A و B12. به همین خاطر زرده مکمل طبیعی فوق‌العاده است. رنگ زرده هم راز خودشو داره. زرده تیره‌تر یا نارنجی‌تر، یعنی مرغ از غذاهای طبیعی‌تر و غنی‌تر مثل ذرت، سبزی یا گیاهای زرد رنگ تغذیه کرده. زرده خیلی روشن معمولا نشونه تغذیه صنعتی و دونه‌های کم ویتامینه. زرده حاوی کولینه، ماده‌ای که برای مغز، حافظه و ساخت سلول‌های عصبی حیاتیه. بدن ما خودش نمیتونه به اندازه کافی کولین بسازه. برای همین تخم مرغ یکی از بهترین منبع‌هاست. اما همیشه پای اما وسطه. زرده تخم مرغ کلسترول داره. حدود 185 میلی گرم تو هر عددش. با این حال تحقیقات جدید نشون داده کلسترول تخم مرغ برای بیشتر افراد بی خطره، چون سطح کلسترول خون رو مستقیم بالا نمیبره مگر اینکه کسی بیماری خاص قلبی یا چربی بالا داشته باشه.